دورای وطنم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدین دورای وطن. یکم لایک بزنید. تشکر زیاد. خوش آمدین. چه حال دارین؟ خوبین؟ تنجین؟ شما نظمی با اهل عائلتون؟ شکر خدا خوبم تنجیم. تشکر زیاد. سلامت سربلند باشین. اینجا آمادگی دیدستیم برای افیری زبان ترکی. خوش باشین استاد. سربلند و خانه آبادی تمنا دارم برای شما. تشکر زیاد. سلامت سربلند باشین. شکرانه الله مورم سازیم استاد. همه کامپلکت گریپ قبیله شدیم که خونی همسایه نرو. خداوند شفای کامل و شفای عاجل نصیب تان گردانه. دارو مورو گرفتگی نخی. تمپراتور خطی آمین. خداوند تستر شفای آمین. خب دارو را بتربرات کرده است. این دارو را گرفته باشین انشالله که نقض میشه. خب دوستان گرامی، در اینجا درس آغاز میکنیم. خب 5 نفر 6 نفر نشان داده. به هر حال شاید که بعدا بیان یا که ویدیو را بعدا تماشا کنن. انا وقت هم دیر شد بگیم، یعنی باید که سر کنیم. کی میگه؟ منیجا میگه سلام به همگی. و علیکم سلام. خوش آمدین منیجا بانو. تشکر برای آمدنتون و سلام دادنتون.
Merhaba. Bu çi bud. Salami Türkiye. Merhaba bud. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. سازن خوبه انشالله کردین شکر خدا خوبیم تنجیم شما سازن تنجین خب با فیلم که حرفا خوب دیار نمیخنه اگر دیار نباشن خیلی خبر ممکنه خوش بولین خوش بولین خوش بولدک میشه شاید با ازبکی گفتستین شما ما ازبکی رو نمیدونیم خوش بولدک خب دوستان و هموطنان گرامی درسی چهارم است از سلسله درس های زبان ترکی برای نویادگیران در 99 روز ما و شما باید کوشش کنیم که در این 99 روز این زبان را از خود نماییم خب برای شما چندین بار تکرار کردیم که شما فقط دو کار را انجام دهید و ما برای شما وعده میتیم که در 99 روز زبان ترکی را از خود میکنید یعنی اشتراک کردن در این درس ها خود در افیر باشد خود بعد از افیر باشد مهم نیست یعنی بعدا این ویدیو را اگر بعد از افیر هم تماشا کردن حتما باید که نویسین چیزی که در اینجا است و دویم کاری که میکنین وظیفه خانگی را انجام دادن است وظیفه خانگی را تیار کردن است تمام همین قدر است یعنی یگان کاری دشوار نیست خب حاضر بینیم که افیر چخیر رفته کچست соединение хорошее خب فکر میکنم که خوب است دسترخوان زیبا افجون دور از وطن خنده روی کردیم خب بنابراین موضوع درس امروزه سلام و احوال پرسی است سلام و احوال پرسی خب کسانی که نو آموز هستند نو یادگیر هستند حتما این درس را با دقت گوش کنند و هر یک جمله عباره کلمه که در اینجا هست نوشته گیرین در دفترهاتون و وظیفه خانگی را خوب اجرا کردن است یعنی آغاز میکنیم خب مرحبا این کلمه رو چندین بار تکرار کردگی هستیم چون که ما به خاطر چی اینجا آوردیم به خاطر که اینجا یعنی موضوع درس امروز سلام و احوال پرسی است به اون خاطر آوردیم خب بعضی کلمه ها اینجا تکرار میشوند تکرار مییابند اما در اینجا 24 کلمه یا که بعضیشون عباره است بعضیشون جمله است آوردگیم خب از بینشون اگر 5 6 تاشم که تکرار بیابد یعنی یگون 15 20 کلمه نو است که این رو باید شما از یاد کنید خب مرحبا یعنی سلام مرحبا سلام nasılsın چه حال داری خب در اینجا شما چه خیل به خاطر احترام آوردگیم خب اگر بگیم که شما چه خیل پس در اینجا باید که nasılsınız باید بیاریم nasılsınız این خیل nasılsınız وقتی این خیل نوشتیم علاقه شکل جمع را دارد یعنی برای از خود کلانمون nasılsınız میگیم یا که برای از یک نفر زیاد برای شماره جمع یعنی شما چه خیل iyiyim yani خوب هستم خوبم iyiyim خوبم teşekkür
ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. خب وقتی که تز میخونیم یک کمی چیز فرق میکنه. مثلا teşekkür ederim است اما تز میخونیم teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani این ed در بین بعد از تشکر میچسبد. یعنی به مثل در ترجمه میگیم تشکر دارم به مثل همون دوره میگیره. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür tercümesi. خب sen nasılsın? Sen nasılsın? Sen nasılsın? تو چی حال داری؟ تو چی حال داری؟ یعنی در بالا گفت که nasılsın چی حال داری؟ در اینجا میگه sen nasılsın تو چی حال داری؟ یعنی یک نفر احوال پرسی کرد و دوم نفر اومده است میگه تو چی حال داری یعنی. خب اینجا کمی کلمه ها رو تغییر میدیم و شما با اون خاطر که شما فرق کنید که در اینجا شکل جمع چه خیلی نوشته می شود. یعنی sen nasılsın تو چی حال داری؟ اگر گفتیم که siz خب siz nasılsınız که شد شما چه حال دارید شما چه حال دارید. خب اینجا جاشون تغییر یافته است. شما چه خیل در جای این می آید ترجمه جاش تغییر یافته است. خب شما چه خیل siz nasılsınız شما چه خیل می شود. Teşekkürler. Salam dostum. Aleyküm salam. Şomadan teşekkürler. Hoş به حالتون. بسیار کاری خوب دوستان. سلامت سربلند باشین. تشکر به شما. Ben de iyiyim. چرا اینجا بنده آمد؟ به خاطر که در بالا یک نفر جواب داد که iyiyim یعنی خوب هستم و وقتی که نفر دوم میگه من خوب هستم یعنی میگه که من هم خوب هستم. من هم خوب هستم. شکلی که یعنی دو نفر وا میخوان تاجیک دو نفر تاجیک وا میخوان میگن سلام علیکم سلام علیکم چی حال داری؟ خوب هستم. تو چی حال داری؟ من هم خوب هستم میشه ترجمهش. خب یعنی بنده iyiyim من هم خوب هستم. خب من هم خوب هستم. من هم خوب هستم. خب در اینجا کلمه evet بله می شود. evet بله آره ها evet hayır می شود نه hayır می شود نه. Müzik çeşitliğine şehitine box selam aleyküm. Müzik çeşitliğine şehitine bahama. Aleyküm selam. Hoş geldin müzika. Dünya var. Selamun aleyküm. Nasılsınız hocam? Aleyküm selam. İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Dünya var. من هم خوب هستم. خیلی خوب. hayır گفتم نه می شود. خب تمام چی؟ تمام خوب بسیار خوب. تمام به معنای همون در زبان انگلیسی است که اوکی به معنای اوکی است. در زبان ترکی به معنای خوب بسیار خوب. در زبان روسی وقتی میگم تمام хорошо یعنی به معنای хорошо هم یعنی استفاده می شود. خب ادمین مایم پرویز براد. سلامت باشین برادر پرویز خوش آمدین. خب تمام یعنی خوب می شود بسیار خوب. لطفاً به زبان تاجیکی همون لطفاً که میگیم لطفاً یا که مرحمت. مثلا لطفاً söyleyebilirsiniz یعنی لطفاً گفتن میتوانید لطفاً یا اینکه buyurun lütfen مرحمت کنین گذارید مثلا. خب یعنی به همین دو معنا استفاده می شود کلمه لطفاً در مثال های
آینده یا در درس‌های آینده شاید که خوبتر باز پیشکش شما گردانیم. این زمان همین خدش بدونید که لطفاً به معنای همون لطفاً که در زبان تاجیکی است به همون معنا است. لطفاً میگم در زبان تاجیکی لطفاً این کارو نکنید یا لطفاً این کارو کنید. خب و مرحمت. خب اینجا کلمه عباره ریجا ederim می شود خواهش میکنم و یک معنای دیگرش نمیارزد. مثلا وقتی از یک کس یگون خواهش داریم، از یک کس یگون درخواست داریم، میگیم که ریجا ederim یعنی خواهش میکنم از شما. اما به معنای نمیارزد کی میآید؟ وقتی که یک نفر تشکر میگه. مثلا ما را یک نفر میگه که تشکر ederim، در جواب میتوانیم بگیم که ریجا ederim خواهش میکنم نمیارزد. خب کلمه 12 günaydın. خب اگر چنده که این کلمه بعضی کلمه ها رو چگونه که در اول گفتیم تکراران آمدگی هستند. Günaydın, صبح بخیر. İyi günler, روز بخیر. İyi akşamlar میشه شام بخیر. İyi geceler, şab بخیر. Hoş geldiniz yani خوش آمدید. Hoş bulduk yani خوش باشید. دوره وطن بار دیگر به همتون سلام. امروز افیر کردن نشده چوا در کانال شما افیر کردن نشد. خب کجا رسیدیم؟ hoş bulduk yani خوش باشید. hoş bulduk cevap همون hoş geldiniz است. خب adın ne? Nomad چیست؟ خب در اینجا میتوانیم بگیم که نام شما چیست برای احترام. adınız ne؟ نام شما چیست؟ یا نامتون چیست؟ نامتون چیست؟ خب adınız ne؟ نامتون چیست؟ خب benim adım Yusuf. خب نسیم تجه سلام علیکم سلام. خوش آمدید نسیم تجه سلام اپا جان. خب شاید دور از وطن رو در نظر داشته باشم. benim adım Yusuf یعنی نام من یوسف است. خب نام من یوسف. شما میتوانید در جای یوسف نام خود را مانید کدام یکی باشید. مثلا نسیم. benim adım Nasim. خب kaç yaşındasın چند ساله اید؟ خب این رو نیز میتوانیم تغییر بدیم. مثلا kaç yaşındasınız kaç yaşındasınız شما چند ساله اید؟ خب برای احترام آداب معاشرت در این است که با شکل جمع اگر صحبت کنیم برای احترام خوب می شود. kaç yaşındasınız شما چند ساله اید یا چند سال دارید؟ nerelisin خب این هم شکل تنها است. می شود جمعش کنیم یعنی برای چند نفره برای احترام. nerelisiniz شما از کجایید؟ خب به زبان روسی ویاد کودا. senin memleket nerede؟ خب یعنی می شود nerelisin بگیم. nerelisiniz یعنی شما از کجایید؟ می شود بگیم که senin memleket nerede؟ یعنی شما از کدام کشور هستید؟ به همین معنا میاد. اگر کلمه با کلمه ترجمه کنیم می شود
مملکت شما در کجا است. اما وقتی که این را سوال میکنن، مقصد سوال این است که شما از کدام کشور هستید. در اینجا تاجیکستان رو نام میگیرید، یعنی نامی همون کشور رو نام میگیرید. مثلا ما شما تاجیکستان میگیم، تاجیکستان. خب حاضر جوابش هم میخونیم. Ben 30 yaşındayım. Ben 30 yaşındayım. من 30 سال دارم یا من 30 ساله هستم. این من 30 سال دارم یا من 30 ساله هستم. Ben 30 yaşındayım. این جوابی kaç yaşındasınız است. Kaç yaşındasınız. Kaç yaşındasınız? چند سال دارید؟ Ben 30 yaşındayım. من 30 سال دارم. خب اکنون ben Tacikistanlıyım. خب کلمه تاجیکستان در اینجا خطا شده است. Ben Tacikistanlıyım. Yani ben az Tacikistan هستم. این جوابی nerelisiniz است. Nerelisiniz. Nerelisiniz? Nerelisiniz? Yani وقتی یک نفر شما را گفت که nerelisiniz? Ben Tacikistanlıyım. 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 خب یا گفت که senin memleket nerede? Tacikistanlıyım. یا Tacikistan. خب یعنی به هر دو طریق میتونیم جواب داد. موزیک چتن شیطان بهترین تشکر. خب فکر میکنم که همین قدر کفایه است. همین خیلی 24 عباره یا کلمه شید. از بین اینها اگر یکان 10 تاش تکرار شده باشن، خب 15 تا فکر میکنم که در یک روز کفایه است برای از یاد کردن. بنابراین از شما خواهش میکنیم این عباره ها را، این کلمه ها را در دفترهاتون نویسین و از یاد کنین. این هست وظیفه خانگی شما. تا درس های نوبتی، خدا نگهدار. اگر یکان گفتنی داشته باشین، یکان پیشنهاد داشته باشین، یکان توصیه داشته باشین، مرحمت نویسین. اگر نداشته باشین بعدا افیر رو خاموش میکنیم و از نو آموزان از همگی تون خواهش میکنیم این رو چیکار کنین؟ نویسین، گیرین در دفتراتون و درسی آینده خواهم پرسید. خب درس گذشته کی بود؟ در درس زبان ترکی در درس گذشته کی حاضر شده بود؟ میتونین یکون پلوس مونین، یکون کلمه نویسین تا که وظیفه خانگی داده بودیم بپرسیم. در درس گذشته کی حاضر شده بود؟ کی بود؟ خب فردوس مومنوف میگن مرحبا. مرحبا فردوس مومنوف، nasılsın, iyi misin? خب iyi akşamlar. İyi akşamlar Firdevs Mominov. Nasılsınız? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? Dasarxon Zebo میگن ما. Dasarxon Zebo شما با زبان ترکی چی میشود؟ نویسین. شما با زبان ترکی چی میشود؟ نویسین. فردوس مومنوف من با زبان ترکی چی میشود؟ نویسین. من با زبان ترکی چی میشود؟ نویسین. درسی گذشته جانشین های شخصی را گرفته بودیم، مگر در خاطر داشته باشید. یعنی kişisel zemirleri میشود. kişisel zemirleri. یوفه سلام علیکم، همه کسی سوزین خوبین؟ علیکم سلام، شکری خدا خوبیم تنجیم. شما نازین سوزین خواهر یوفه.
درسی گذشته بودین شما یوفه اگر بودین وظیفه خانگی را پرسیدستیم. فردوس میگه نهم لایک تشکر برای لایک. یوفه هشتم لایک تشکر برای لایک. سلامت باشین. در سرخان زیبا شما با زبان انگلیسی با زبان ترکی چی میشود نویسین. فردوس مومنوف من با زبان ترکی چی میشود نویسین. خواهر فیو اگر درس گذشته بدین پس تو با زبان انگلیسی چی میشود. با زبان ترکی نویسین. با زبان ترکی چی میشود نویسین. فردوس مومنوف بن بله درست. بن یعنی من میشود. خب بهترین. فردوس مومنوف آنها چی میشود با زبان ترکی. آنها آنها در سرخان زیبا شما را کلمه شما را گفته بودین ترجمه کنین. شما چی میشود با زبان ترکی. کلمه تو را از خواهر فیو پرسیده بودیم. اگر آماده باشین مرحمت. فردوس مومنوف آنها چی میشود ترجمهش. آنها خب فهمیده می شود شاید مشغول هستند دوستان. بنابراین در همینجا خیر خوش میکنیم. تشکر برای اشتراکتان. سلامت و سربلند باشین. تا درس های نوبتی خداحافظی میکنیم. ای مردم بیدار پناهتان به خدا. تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. دسترخوان زیبا سیز بله سیز میشود شما. فردوس مومنوف onlar بله درسته onlar میشود. یوفه معلم یک منوت بفرمایید که یوفه منتظر میستیم. یوفه نوشتین معلم افیر کی سر شد. تقریبا ساعتی 7 و چند بود. 7 و 8 بود یا 7 و 9 بود. خیلی بوده. 7 و 5 گذشته بود.
من ناو در آمدم. خب هیچ گپ ندارد. خب ویدیو رو تکرارا تماشا کنین و وظیفه خانگی رو بگیم نویسین گیرین، خیلی کلمه های مهم هستند. و باز ساعت 8 افیر داریم، باز زبان ترکی اما از کتاب استانبول است. وای از کتاب استانبول باز افیر داریم. معلم تلفن ما خیلی شیره چی و در نشون میتونه چرا او دمله نمیگن آگاه نامش هم مقصد، یعنی کسی افیر سر کرده اونو در نشون میتونه. بخشش زیادی هیچ گم نداره، چه جای بخش پرسی هیچ گم نداره. گفتم که مثلا در اول افیر اعلام کرده بودیم که مثلا شاید بعضی ها وقت ندارن، بعضی ها در افیر هم اگر اشتراک کردن نتونستن، اما اگر واقعا خواهند زبان آموزن خب بعد از چیز میتونن تکرارا تماشا کنن، گوش کنن، اما حتما نویسن مثلا در دفترهاشون و چیزی که وظیفه میتونن وظیفه را تیار کنن، خیلی خوب میشود. معلم ناو در آمدم که درس رفته است. بله بله. خب هیچ گپ ندارد. تشکر برای آمدنتان. سلامت باشین. ساعت 8 افیر می شود؟ بله می شود. ساعت 8 انشالله که افیر می شود از کتاب استانبول. این درس های ساعت 7 برای آدمای نو یادگیرن به خاطر کم باشن خوبتره تا که خوب از خود کرده توانن. یوفه معلم بچم دفتر مرا صد گوده میگه خیالی دفتر اختش کرده. خب هیچ گپ نداره. با فیلم مالی معلم ها شما گفتن که زبان انگلیسی و ترکی و اگر چند زبان نوشته باشه نول میگن این بچه چند زبان آموخته است، اینه کسی را فاش نمیکنه. صدبرگ سلام علیکم. سلام، خوش آمدین. صدبرگ یوفه معلم بخشی هیچ گپ نداره. خب در همینجا اگر اجازه باشه من افیر قطع کنم. بین این افیر و افیر دیگر یک کمی وقت باشه خوبتره، هم کامپیوتر دم میگیرد هم بگم که اینترنت با در افیر آینده نچسبه. خب سلامت سربلند باشین. تشکر از همه‌تان برای آمدنتان، برای اشتراک کردنتان. ما در همینجا افیر قطع میکنیم، انشالله که باز ساعت 8 افیر گیران میکنیم. برای کسانی که آمدن نمیتونن در افیر خداحافظی میکنیم و گفتنی هستیم که ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. اما کسانی که در افیر آینده آمدنی هستند ساعت 8 خب میگیم تا درس آینده خدا نگهدار.
یوفی خوب معلم درس دیگه ده یکم من انشالله نصیب. رحمت سلامت باشین.